فرکانس‌های متارزونانس به کمک امواج فرکانس زیستی و فرکانس اسکالر میتونه با کد اطلاعاتی DNA هر شخصی برای بهبود عملکرد متافیزیکی و انرژی ذهن بدن جهت توسعه فردی استفاده بشه. حالا همه میدونیم که تک تک سلول‌های بدن ما امواج الکترومغناطیسی ساطع میکنه و با رزونانس میشه ارتعاش ماده یا اجسام و دامنه حرکتشون رو با ارسال موج هماندازه و همفرکانس افزایش یا کاهش بدیم. ما میتونیم به کمک متارزونانس انرژی رو توی چاکراهامون بالانس کنیم و نیروهای از دست رفتمون رو دوباره برگردونیم و همچنین یه سری باورهای ضعیف و ناامید کننده و محدود کننده رو که در DNA ما جا خوش کردن رو به باورهای مثبت و تاثیرگذار تبدیلشون کنیم، یعنی کمکش کنیم این باورها شکوفا بشن و یه اتفاق خوب برای ما بیفته. بذارید عامیانه تر بگم، خیلی راحت، متارزونانس یک شوک قوی و مؤثر برای چیزهایی که به خواب رفتن و ضعیف شدن رو ایجاد میکنه و کمکشون میکنه تقویت بشن. باعث افزایش اعتماد به نفس میشه، استرس های مالی رو کم میکنه، خود باوری رو زیاد میکنه، ترس رو از بین میبره، چاکرا رو متعادل میکنه و خیلی کارهای دیگه که میتونید ببینید. توضیحاتش حتما در پست ها هست. شاید بپرسید یعنی ما لازم نیست هیچ کاری کنیم، بشینیم توی خونه‌مون این فرکانس ها ما رو میتونن موفق کنن، ما رو به آرامش برسونن؟ نه اصلا اینطور نیست. ما باید تو مسیر درست قرار بگیریم. شما باید درست سر جاتون باشید، شما باید در مسیر درست قرار بگیرید، باید تلاش کنید، باید زحمت بکشید، آموزش های لازم رو ببینید. درسته، خوشبینی هم لازمه و قطعا این فرکانس ها کمکتون میکنه خیلی زودتر مدارهاتون تغییر کنه و در مسیر درست وارد بشید. موانع رو با ایجاد ارتعاش صحیح همیشه میتونیم هموار کنیم و راه رو برای موفقیتمون باز کنیم. پس تا اینجا دیدیم که ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که این توانایی رو داره کارهای بسیار زیاد و مفیدی رو انجام بده. پدیده‌ای که البته مشابهش سالهای سال در کشورهای پیشرفته هم تست شده و موفقیت آمیز بوده. ولی همیشه میگم متارزونانس چند سر و گردن بالاتر از مشابه خارجیه.